جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 6 تن تماشا کردن بین صحابه و گفتن سر فرو بردن و بسیار در سکوت رفتن تماشا کردن. گفتن اعراب، عرب ها دوباره باز میگردن با جاهلیتشون، رسوا میشن. اینو دوباره باز میگردن، دوباره به مشرکیتشون باز میگردن، با آنم جاهلی و زلالت و گمراهی. ای فرستاده خدا، صحابه میگه در حقشان دعا نمیکنی؟ میگه سکوت میکنه، بعد از اون دعا میکنه در حق مردم یمن، با سکوت میکنه دعا میکنه در حق مردم مصر، با سکوت میکنه دعا میکنه در مردم اطراف عربای بنی لخم. میگن در حق خودی سرزمین دعا نمیکنی، همین سرزمین دعا نمیکنی. نظر میکنه طرف نجد و پیامبر، حدیث امام مسلم میگه شاخ ابلیس اینجا میخزه. یعنی که یمن در مصر در او سرزمین ها در عربش دعا میکنه، عربی خودش اینا میگه اینا میگه شاخ ابلیس اینجا بیدار بشه. اخلاقی که امروز و یا برده است خدا پناهتیه، چون بد اخلاقی رفته است امروز رو از همونجا نمونه میگیرن. یک کاری را که ما در اینجا گم میزنیم نکنین، میگه همو چین شما نمیدونن چون وجودم خیلیه، چون همو جدا من شما باور کنین. مواسم حج روین، امی ایخونی خدا بیرون برای همین قدر پاپیروس کش بسیار شدگی که در احرام مردم پاپیروس کش دسته. من خانه خدا های این برده همین باور که دودی سیگارت در آسمان تمام بار برآمده است. پور همون کرتعای دراز روی ماله سرخ نسانشون، حتی که زنا در همونجا بسیار با سیگارت کشیدن. دوباره باز میگردن اینا با جاهلیت، برای آنکه 366 دانه هیکل در داخل خانه کعبه مانده بودن. برای همین اخلاق رسول الله باید گفته شود ما باز نگردیم با همون اوثانه هامون، با همون کله پرستی و کله گو پرستی و با همون کارا باز نگردیم. این پیامبر اومد ما را پاک کرد، تازه کرد، اخلاق انسانی دیگر نماند. بی ای ذنب قتلت، فردا اون دخترکایی را که شما زنده به گور کردگی بده، او چقلقایی که شما چقلق میدهک بدن، ای عربای دختر که شما میکشته، فردا از اینها پرسیده میشود. امروز بینن که جونی کودکان هم میگیرن به شریعت پروانه داره دیگر. این پیامبر صلی الله علیه و سلم این خیلی شخصیت های، برای همین خداوند آورد این پیامبر ما را از این خواب بیدار میکنه که مردم شما با جاهل نشوی، شما در جهل نروی، کوشش کنه که عقلتون از دست نتین. شما باید شناسه که سپاهی های عقل چی های، عقلناک کی های، عقل چی را میگن. مخیر در این بابت صحبت کردیم. یگون چیز میگه رنگ این بمزه نیست برای شما. ای مسلمانو، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، ای جنس خطانه تولد شده، به دنیا آمده، مال چرانده، خدمت کرده، تجارت کرده، آدم انسان زن گرفته، گودکدار شده و یگون چیزی دیگر نیست. میگه خیلی فکر نکنه، اینم یک انسان، اینم خیلی زندگی کرده، اینم خیلی انسان زندگی کرده رنگ آدم بارین. اما زندگی نامش شما بینه خیلی زندگی کرده، اینقدر این محبوبه، اینقدر این دوست میدارم. یکی از همین محبوبیت پیغمبر خدا اخلاق و تربیت شد. این پیغمبر ما را اخلاقش دوست می‌داشتن، تربیت رسول الله را دوست می‌دارن. برای همین لقد من الله، ای حقیقتا ای بشریت، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خداوند برای شما حلواهای اصلی پیشنهاد میکنه از ویم شیرین تر، که ای مردمی در درنی رسم و آیین جاهلیت غوطه زده، نصف شدن، نابود شونده بده، که این گونه مردمی خواب پروردگار با واسطه پیغمبر بیدار کرد، با واسطه این رسول الله بلند کرد.
با واسطه پیغمبر عزتشان داد، با واسطه پیغمبر دنیاگیرشان کرد. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیه آیاتنا. این پیغمبر آمد برای شما معجزه و کتاب منو میخونه. این پیغمبر آمد کتاب منو میخونه. و یزکیهم، شما را پاک میکنه. چیکار میکنه پیغمبر؟ پاک میکرده. انمی پاک کردن علما میگن تصوفه. انمی قرآن عظیم و شان همین دلیل آورده که و یزکیهم، زکا یا زکات ایمی کلمه به معنی پاکیزگی، یعنی شما رو پاک میکنه پیغمبر، میشوه. میگن انای همین رشته پیدا میشه و تصوف، انای پیدا میشه و عرفان، انای پیدا میشه و وظیفه میگیری خط تازه میکنی، پاک میکنی، خط تازه میکنی. و یزکیهم، شما را پاک میکنه. در همین جا علما و یزکیهم علم اخلاق میگن، علم تربیت. آدم را تربیت میتی. بعضی تربیت های هست که اخلاقیات که او فرضای پرتافتنش، رنگ حسد، بخیلی، دروغگویی، افلاسی، رذالت، کینه، بغض در درون دل آدم ها این رسوا میکنه. آدم ها در درون ما این. از همین پیغمبر آمده که ما را تازه کنه، بیرون بروره. و یزکیهم، پاک میکنه شما را. همین زکا در همه جا اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ما باید اخلاق جناب پیغمبر را داشته باشیم که ما پاک شویم، تازه شویم. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این شما را تعلیم قرآن میکنه، تعلیم حدیث میکنه. این پیغمبر انا همین خلای پیش از این پیغمبر شما به حد جاهل گمراه بوده بشریت. شما گمراه بودید، شما به حد گمراه بودید. جهالت و جهل به درجه بود که عقل فرو برده بود. همین خیلی همون جاهلیت در امروز با بازگشت هستیم. همون جهالتی که پیش از رسول الله بود، همون جهالت در مردم بازگشت است. دوباره اگر این پیامبر زندگی نامش، حیاتش، اخلاقش گفته نشود، باز جامعه جاهلی تشکیلش دسته. با جامعه جهل آمده ایستاده. یکی از متانت همین گفته است که تسلیم شدن به سوی امر حق. صحابه میبید چشماش سبز، چهره سیاه، خدی بلند، بالای استخوان پوست، حضور نبی کریم میبید صلی الله علیه و سلم. فرستاده خدا فلانی یک دختر داره، میگن اسخولی نمیکنی؟ برای من چند بار اسخولی کردم، از سبب زشت و کریهیت و بی‌زیبی من دخترش نمیتیم. نمیشه که دهن گپ زنی، من زنگیرم. جناب پیغمبر بلند میشن و خانه اون مرد میروند، صدا بلند میکنن مدینه دیگه فلانی بر اومد، سلام علیکم. علیکم السلام. صحبت میشه و دختر قدرست داری فلان صحابه ده من نامزدی اومدم. پدر و مادر روزیگی نمیتین که نه و یا کف نیستن، این نیستن، آن نیستن. از داخل خانه صدای دختر بلند میبره که پدر و مادر ای به خواب کنه شما، من راضیم. یه ساعت پیش گریه داشتی که من نمیگیرم و بعد هفته گفته هی شما را حولی تانده کدر اومده گه؟ اسخولی من کی اومده گه خونه؟ کی اومده گه من نامزد کرده است؟ شما میدونی کیه؟ این رسول خدا. این بهوده نمی بخونی یکون کس. برای چی اومده یا چیزی که رسول الله گوه من اطاعت میکنم. نامی همین متانت هست. چیز رسول الله گفت من اطاعت میکنم. یکی از عقل مسلمان همینه که چیز پیغمبرش گفت او را اطاعت میکنم. امروز به اطاعت رسول الله ما را همین روز آورده. در کجا اومده که صحابه نونی سری میخورد؟ در کجا بود؟ در کجا بود صحابه خوراکی با سری میخورد بیچاره؟ در کجا بود؟ حضرت علی کرم الله وجهه میگفت است که میپرسیدن که درباره صحابه ها گپ زنید، اخلاق ببینید.
میگن حضرت سکوت میکرده چشمویی میکرد چشماش حلقه آبای زور زور گریه کرد از اموده جوش. چه صحابه پیغمبره میگین شما زیاده از 40,000 نفر بودن. اینه بینه زیاده چند هزار بودن؟ دور المنصور ده میبیاره زیاده از 40,000 نفر بودن. لباس های دراز داشتن، بدن های خراب، همه اونها را کورپچه‌شان خاک زمین بود. ای زمین میخزن ای بدنش خاک میره. چهره های نورانی، موی سری جعده، بینی های بلند، فقط و فقط یک وظیفه داشتن، در اطراف خانه رسول الله هم اشتگی بودن. پیغمبر اگر ای خونش میبر آمد رنگ نیزه ها راست میشدن. پیغمبر اگر میدر آمد مثل سپرها در زمین پهن میشدن. فقط اطاعت میکردن که پیغمبر چی امر و فرمان میتید. همین خیلی از دنیا گذشتن رفتن. اونها لباس نو و خوراک بسیری نیافتند. این بود حال صحابه. این بود صحابه پیغمبر. برای اعزاز دین، برای دین و خدمت او اونها جگرای شتر اسپار سیاه کردن هی کردن. از اون بری دنیا می بیاید در سمرقند خاک می شود. از اون بری دنیا می بیایند در هرات خاک می شوند. از اون بری دنیا می روند در اسپانیا می مرند. اینها جگرای اسب شتر را سیاه کردن. چرا؟ گفتن که ممکن 14 قرن بعد مردم می بیاید که مسلمان شوند. این ما را مسلمان کردن با اخلاقشان. اونها چی تجارت نغزه می دیدن، زن نغزه می دیدن، کودک نغزه می دیدن. همه همینا را فراموش کردن. خدمت کردن. حضرت بلال جناب پیغمبر میپرسه بلال متانت بلال را بینه. بلال ارزو تمام گو ای فرستاده خدا ای روز تر دیدم همه ارزو سوخت. من چی ارزو دارم دیگه غلام حبشی آخی همه تر که دیدم تمام ارزوی من سوختگی دیگه. فقط ارزوم همینه که اکنون در همین رایت برم. امروز ما متانت یاد گیریم ای صحابه. اگه حق صلوات گویی را بلال نداره. ما صلوات میگیم امید داریم اما او صحابه صلوات گویی خدمت کردن در این راه. مرد شدیان. متانت چون بین که نیخل متانت ها کردیان. همه ارزو سوخت. من دیگه ارزو ندارم. من چی ارزو دارم؟ همون روز رسول الله میموره همون روز مدینه رو ترک میکنم. همون روز میرم و در زمین شام در همونجا زندگی میکنم. یک بار مدینه میبیاید یک بار اذان میگه با در اذان روحش میروه. همونتا میروه. این متانت های این متانت های ما باید همین خیلی باشیم. ما در چی در کره دیگرشون ما رسول الله رو باید خیلی دوست داریم. همین خیلی پیروش باشیم. اگر فکر کنی بلال یک غلام اجدادان غلام کیده در کره یک غلام این قدر یک آدمی هیچ چیز نداره اما در اسلام عزت بلال بینیم. اینا متانت میگن. دیگری از اون 20مش بردباری بده. ما باید بردبار باشیم. نامی را میگن حلیم. نامی او چی بده؟ حلیم نامی خدا. ما باید بردبار باشیم. در هر یک کار. یا آدم تربیه کوچه را ندیده، یا آدم تربیه پدر را ندیده، یا آدم تربیه مکتب را ندیده. خیلی بسیاره. بعد گوی میشه و قدی آدم دست به گریبان میشه و پرخوش میکنه. آدم باید بردبار باشه، مهربانی با خط کنه. و میسی من قدی کش کرده. میسی من قدی همه ای باکی شیر قدی سگ جنگ کنه. ای بایوخی نمیشه و میخندن شیره. نخواه میگه تو قدی سگ سر بسر شوی. امروز جامعه هست که سگ و شغالا زیاده یوخی. باید ما شیر میزاج باشیم. اهمیت ندیم. اینا میگن حلیمیت، خب، آرام، بردباری. بعضی حالت ها دا عقف نشینی غلبه. بعضی حالت ها دا سکوت غلبه. بعضی حالت ها دا خب کردن غلبه. شما گمان نکنید در همه حالت فقط زنی و پیش روید. بعضی حالت ها خب کردن ایستادن غلبه خودش. انا همین میگن بردباری و حلیمیت. 20م سپاهی عقلی ما بوده است. همه دنیا دا میگن هیچ چی خورده. همه دنیا میگن این قدر تا خدا دور شدی.
هیچ نیست. میگه یک مرتبه تو تماشا کرد چرا چاروخ میگن، تو یک مرتبه میگم ریشه تا نگاه کن، تو هیچ نیستی. همون روز به دنیا آمدی بدن لوچ خطی اومده بدی با لوچ میری. تو اینقدر میگم مهر نبنده ای دنیا خی. تو نخوا میگم این دنیای دو روزه این قمور ای خدا دور کنه. چی قدر منمنی و کبر ها، چی قدر مقصد یک گردن بلندی ها، از کبر و منمنی ها انسان از خدا دور میشود. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحه که به نماز به ایمان ای کافر گفتن. در لفظ حدیث که بین من و بین کافرها فرقش نماز ای گفتن. و یک سوال میگه که چوبا زیناکار پیغمبر کافر نگفت، به نماز خیلی گفت. زینا هم گناه کبیره ای کو. فخر رازی گفت است برای آن که زنا در آدم 5 دقیقه خطا میکنه، اما امروز 5 بار به نماز به هیچ خطا میکنه، نماز نمیخونه. یگان زیناکار 5 بار خطا نکرده، همین یک بار خطا میکنه در 5 دقیقه. برای همین این 5 بار در یک شبانه روز خطا کرده. یک دویمش وقتی که او را اگر زنا را کرده نفهمیده کرده باشه یا کردگی باشه که ندانست، اما به نمازی گفته یکم ای تکبری نمیخونه، دویم ای تنبلی نمیخونه، سیوم باور نداره، چهارم بنده ابلیس شده. همش علامتش آورده. برای همین پیغمبر به نماز به کفر برده. میادن نماز نمیخونه، یکم تکبره نمیخونه، تکبره، باور نداره، کبر به درجه کرده شه که ای خدا دروش کرده. برای همین چی در کن میگه آخین یک روز میشه که صخره سنگه با داده لحد نمونند تا در او سخت، بس 10 بار سر تا در او سنگی سخت میزنی که فایده نداره. میگه با بر وقتی میگه با درگاه خدا بیاییم. پیغمبر دعا میکرده است که احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ما خانوخو پیش تو میریم جمع میشیم، دمجا نشر میشیم. خانوخو ما پیش تو میریم، لیکن سببش همینه که ما میخوایم بعد این خواب با ما رو بیدار کنیم. ما در خواب ما قطعی مرده ها و میخریم، پدر مادر مردگی خواب مونده میدرویه با او رو خدا میقپه و یا نمیبیانه با ما میبیاییم. ای کدام دنیا در میجه زدن میبیاییم. این روح انسان برق باری تیز بودن شبیم. این موجهای الکترونی هیچیه در پیش روحی ما یه میجه زدن در جنت تماشا میکنه در خواب ما. صحرای قیامت هم میبینیم. خداوند یک مخلوق خلق کرده که 18,000 عالم اداره میکنه. آدم ذره های بزرگ میشه، بسیاری چیزا بزرگن ذره میشوند، اساس آفتاب میده میشود، اساس زمین میده میشود. شما ببینید که روزا چه خیلی بود، اساس خیلی میگه روزا کالتش معنی نداره. ای بزرگی میده شده میبیاین، اما خدا را بزرگیش ببین که مخلوق آدم منمی قاکه اساس بزرگش میکنه، با درجه بزرگش میکنه که میمورم نامش میمونه. پیامبر اکرم ببینیم شما حضرت موسی رو ببینیم نامود میمونه، با نزد خدا در اجر شبینیم. همه همین در پیش قدرت خدا هیچ. ما باید بندگی را به جا بیاریم. در مسئله بندگی حضرت در اینجا ما را اشاره میکنه یک نصیحت، یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی که ما و شما را بندگی را تعلیم میتین و فرزندشان فاطمه الزهرا را نصیحت میکنن. یا روز جناب پیغمبر از او زبان شیرین و اصلیشان به سوی فاطمه دخترشان گفتن ای امت خدا فاطمه، ای پیرو خدا، ای دختری من، از غضب خدا ترس و به بروقتی اطاعت او را به جا بیار. بو نگویی که من دختری پیغمبرم و ارکم اینانو. برای چی؟ من ده تکیه نکنی. قیامت بسیار روزی دشواره. من همین سحری خیزیم روزه بینیم. یک صبح میخیزیم که ما دلحتیم، یک صبح دیگر میخیزیم که قیامتی مصر میشه. من همین شب همه نامرو ده پیامک و سبشین هم پیامک آمد که فردا برفی سخت میبره، فردا خطان احتیاط کنه رح محکم میشه. اما هر روز پیام الهی در قرآن در قلب حضرت محمد می آمد صلی الله علیه و سلم. این قیامت شوخی نیست، مرگ شوخی نیست. اینا ببین که عادی ترین کار ده پیامک روی میکنن که فردا راه بسته میشه، خبر میتین که فردا آبی گرم میکشن، خبر میتین که فردا فلان کوچه را محکم میکنن راه تعمیره. اما خدا خبر میتیه که یک روز شما قیامت داره.
یه روز مردن داره، یه روز منکر و نکیر داره. خیلی که من دستور یک به دنیا آمده، همه ما یه روز هم که به دنیا آمده بدیم، که مایده حق بدیم. امروز بین چهره های ما را سفید شده، پیر شده، پوچاله شده. آستا 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 ما به لحد میریم و یه روز میبیم من سحر بینیم که چی روزای ما فردا نمیدونیم با چی گپه. تکیه نکنیم از این ها بچم. محشر روزی وزبینه خداوند به عمل به تو نزدیک میشه، نه به نسب. نگو که من فلان نسل پیغمبرم. عمل تا خدا نگاه میکنه بچم که تو چی عمل داری. بسیار فرزندای پیغمبرها بودن جهنمیان. قابیل بسیار فرزندای پیغمبرها بود جهنمیان. کنعان فرزند نوح نبی. شوخی نکه. من یهودا یک عمر در حق لعنت میگن. چی با؟ برای که پدر را ناحرمتی کرد. تو با امروز ملت چه لعنت میگن؟ بعد میبینن. نگو میگه پیغمبر زادم. شوخی نکن، شوخی نکن که خدا عمل نگاه میکنه. رای طاعت خلال داره. شیشه چراغ عمیق نازکه، شیشه ایمان ایوه نازکتره و یک بار میشکنه. شوخی نکنه میگم. عمل میکنیم، همین روز کار میکنیم تا آخری ما پولمون میگیریم. برای بجا کردن و جابجا کردن پولمون 10 جا میکنیم. اما برای ایمان چی؟ یک لباسی سفید میپوشودم، پشن نشینه، افلاس نشوه، او را احترام میکنه. اما برای ایمان چی؟ اینم احتیاط کردن در کاره. خداوند همون وقت ما را نزدیک میکرده به خودش که ما طاعت کنیم. کسی نیک فهمه و بر وقتی فهمه چقان میشه در این راه. خدیجه مادرمان که رسول الله را شناخت چقان شد که بیام میاد تستر بگیرم. پول داد، صرف کرد، مال بخشید، تمام جان بخشید. امروز تمامی سیدزاده های نسلی نه هست یا نه؟ فخر میکنن که نسل فاطمه باشن، فخر میکنن نسل علی باشن، فخر میکنن نسل رسول اکرم باشن. این خاندان سادات و سیدزاده ها یک بخشش از خاندان خدیجه. خدیجه حق شناخت. اگر تکیه میکرد میرفت یک میلیاردر دیگر هم زمانش میگیره میرفت. اما دانست که در چهره این مرد آینده بزرگیه. آدم شناختن در کاره، آدم شناختن در کاره. مال و پول و ثروت او برزد، جان فدا کرد پری پیغمبر ده. جناب پیغمبر گاگو گریه میکرده سخت. میدن چی گریه میکنی؟ میگه برای خدیجه گریه میکنه. آدم برای آدم خوب گریه میکنه. چی باخی؟ تا یک روز همه من رو گردم این زنک رنگی مردک در پری من راست سوده بود. همه قوم من رو گردم این قطی من استاد تا لحظه های آخرین حیات چه غمی من میخود. ای دنیا مرد رفت غمی من میخود. من میگفت خدیجه را یاد کردم. برای همین برادر زنی خوب یاد میکنی، زنی خوب وصف میکنی. خدیجه عاشق خدیجه، اساقالی خدیجه را ثروتمندترین مردای عرب میکردن. اما او رسول اکرم ده چسبید. چی با؟ سارعو و سرعت باشه به سوی کاری خیری نیکی. نیکی را دیده سیه خدا امروز همه را معلوم کرده. تو بداو به سوی نیکی داو، هم خد دویده رو. همین شمع گیران میکنن، پروانه را قدی همین پشابی دویده میبیوین در شمع میزنن کشانا. یه در یک جای نور را میبینی، روشنی را میبینی، ای دویده بیو، دویده بیو، تیز بیو. هر کس ای انتخابش پگه جوابش هم میگیره. بسیار انسان ها آدم ها را امروز بها داده استیان که بهترین راه انتخاب کرده بدیم. انتخاب راه باید ما فکر کنیم. آدمی نیک میگه حدا هم میکنه، تیز میبه بسوی نیکی. با نوز نکنی که ما دختری پیغمبرم. بچم با نوز نکنی. با در بین بنده ها ما آزاده هم. هیچ محل نصب ده نته. زیرا که فیض خدا برای عمل کننده ها ہے. یعنی این نصیحت برای تمام سیدزاده ها ہے که عمل زیاد کنند. میانشان بندن که پیغمبر مادری سیدزاده ها را گفته است که با ناز نکنی که من پیغمبر زاده هم. که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت تا زمان آسیه زن فرعون یگان زن فضیلت رنگ آسیه نداشت. مریم وقتی که آمد تا زمان مریم یگان زن مثل مریم فضیلت نداشت.
بعد از او زمان خدیجه آمد، یگان زن مثل خدیجه فضیلت نداشت. زمان فاطمه آمد، تمام زنها رو فضیلتش در پیش خدا مثل فضیلت فاطمه نیست. اولین زن جنت میدرو. این شوخی نیست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شب جنت من نشان دادم، از ناز نعمت جنت همین خیل خوردم، با پرگی سیر کردم و فردا از همون لقمه جنت خوردگیم فاطمه در رحم مادرش به دنیا آمد. فاطمه از لقمه های بیشت بده. این خیل درجه های بلند با بچم فخر نکنی، پیش خدا سرت خم که با نوز نکنی. امروز کی کدام زن مثل در فاطمه برابر می شود؟ هیچ کس. ازواج مطهرات مادراشان ام المؤمنین عایشه صدیقه همه اینا بزرگان، همه اینا درجهشون بلنده در نزد رسول اکرم. فاطمه فضیلتشون بلنده. این شوخی نیست. با نکنی بچم عمل که فردا تو را از نسل و ایگان چیز پول ثروتی تو نمیپرسن. هوشدار. اون سید پیشوای فقر و پیشوای غنی های دنیا، هممون پیشوامون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خیلی گفت امروز ما حالی هم لاف زده استیم که بابای من فلانیه، امکی من فلانیه، مامای من فلانیه. تو میگه لاف زده گشته استی و این گپ گفت نسلش ده. یک بار به اصل نظر کن، تو همونه بودی که چیکار، تو همونه بودی که پدر و مادر به خاطر تو چیکار کرده، بدنش تازه کرده، تو همون به دنیا اومدگی. تا اصل تا نظر که هر یک زیبایی های میبینیم بخشش خدای. چه امروز با دشمنای خدا یک جا شدی و از او دوستی حقیقی رو گرداندی؟ و چی بخششه که امروز هیچ کس ما دیگه دندان دادگی نیست. همین دنیا ده یگان کس ما دیگه دندان نداده، همه این الله داده ما ده. چه ده دوستا نمیشناسی؟ دشمن قدی امروز پیمان بستی. چیزی که امروز داری وای خدا های مهری پدر و مادر و این شیر و این قدر نعمت، همه این برادرای جانب الله های. اگر نخواه همون مادرت هم همون روز میگیره، اگر نخواه همون روز پدرت هم میگیره. بسیار انسان ها رو دیگه که پدر و مادرشان دیگه نیستن، لیکن با کلام میکنن. این نیتش رسول اکرم. برای همین برادرها هر یکی ما و شما این از یاد نبراریم که چیزی که امروز از جانب الله های. یک انسان میخواد کار میکنه یکش دو نمیشوه، هیچ کار نمیکنه کارش صد میشوه. یا آدم دستش در آب خنک نمیزنه همه چیز صاحب میشوه. یا آدم محنت میکنه بس صاحب میشوه. در چهار پهلوی زندگی، در چهار طرف زندگی چیزی هست از بایی و قشاقی کمبغلی. این برادرها همش از جانب خدا، همش از جانب خدا. در این دنیا هیچ که نمیخواد که به ابرو شود، هیچ که نمیخواد قشاق کمبغل و مقصد به او روزا رسه. برای میگه چیزی که هست ای نیکی و بدی، دارندگی ناداری، میگه مسلمانی واقعی این همش ای الله میدونه. ما چیکار داریم منافق ده، ما چیکار داریم به ایمان ده، ما چیکار داریم فاسق ده. اما مسلمانای واقعی دارن ندارن در همه حالت همه را خدا میدونن که خدا همه را کشیده بوده. همین ای عقیده سالم و عقیده ما مسلمان. برای این حق پدری عقیقه هر یک پدر باید حق عقیقگی داره، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امام حسن و امام حسین خشان عقیقه کردگی بودن. عقیقه معنیش همینه که حق پدری گوسفند کشته میشوه، طعام داده میشوه، بعد از او دعا گرفته میشوه، نام فرزند مونده میشوه، دستی فرزند حلال کرده میشوه، بعد از او موی سرش کلانکه کشه تراشیده میشوه، به اندازه وزن موش به اندازه نقره و طلا حساب کرده، یا نقره یا طلا فرق ندارن. همون پول برای بینوا و کمبغل و فقیرا تقسیم کرده میشوه. به همین میشوه توی و توی ختن سوری، توی سنتی میگه ما او را یا حق پدری بجا میشوه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخر عمرشون عقیقه شون با کرده بودن. یعنی معلوم بوده که عقیقه واجبات بوده به این حدیث ها. هر یک پدر و مادر حق داره که فرزندش توی سنتی کنه، دستش حلال کنه، بچه حق شه، نام خوشروش مونه، یک گوسفند پزه خش تبارو را دعوت کنه، بعد از اون موی سرش تراشه. هر کس بخیر یک آیین به خودش فرهنگ داره. فرهنگ رسول اکرم همینه. هر کس میگه من الحمدلله مسلمانم، همین کارا کنه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برای علمای اینا وارثای پیغمبران. امروز نترسیده مسئله سه طلاق را طلاق میتن، نترسیده مسئله طلاق بازی شده. امروز سه طلاق را تعویل یا طلاق میکنن. در حال
در حال از در مذهبو میگن سه طلاقه را پیوست میکنن میتیان. هر یکی ما و شما باید فکر کنیم که علم احکام باید دونیم. اگر ندونیم حتما باید حضور یک علما عظام داشتن اینا رو پره کردن در قرآن. بسیار مسئله مهمه. این مسئله را امروزی برای جدی قپیم، فقه جدی قپیم در بین مردم. سه طلاقه پر شد دیگه، پر. هر سه طلاقه زنا، هر فرزندش ولد زنا. این فقه و حنفی های، این شوخی نیست. این فتوای فقط شیعه های و این موزه جریان های نوپیدا که تعبیلیت طلاقش میکنن. این مسئله رو جدی قپیم برادر. چقدر جدی قپیم که مقصد فردامو از این علم احکام پرسیده میشه. چه برای علم ابدان تیپ دوتاز میکنیم، برای علم احکام هم احتیاج داریم. یعنی علم دو تقسیم میشه. یکم علم احکام بده، دوم علم ابدان بده. علم ابدان ده علم تیپ میدرویا. هر انسان سلامتیش خوب کنه، هر انسان سلامتیش نقص کنه. امروز خیلی تیپا پیش رفته گیه. مسلمان ها باید کوشش کنن که در جانبشتان ظلم نکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان شونده یک طبیب از روم میبیاین، خیلی در مدینه منوره میستن، هیچ کس مراجعهشون نمیکنن. بعد حضور نبی کریم میبیان میگن که مقصد این طبابت خانه که ما کشودیم هیچ کس مراجعت نمیشه. و حضرت چی به اینا خیلی مراجعت نمیکنن؟ چی خصلت دارن؟ گفته اینا یکم خصلت دارن که تا گشنه نشون خوراک نمیخورن، پیش ای سیر شدن بس میکنن. گفته شفا دادری همینه. من چیکار میکنم در اینجا؟ یعنی که بسیاری حالت بیماری های ما ای خوردن های بیمعنی بوده. یعنی که در منو در همین حدیث های رسول اکرم وصف میشه که اینا مردم های هستن میگه که با درجه گشنه میمونن که قریب میافتن و میخورن، قریبی سیر شدن شدن دیگه نمیخورن بس میکنن. دو شفا دادری نمیده چیه؟ برای همین هر انسان باید علم را فکر کنه که بنیادگذار علم حلال و حرام، یعنی که قرآن عظیم و پیامبران الهی آمدن. چرا حضرت امام ابو حنیفه این قدر منزلهشان با امام اعظم یعنی برای ما و شما مشهوره؟ حضرت علم فقه، علم حلال و حرام، علم عبادت و معامله را برای ما و شما بابندی کردن. یعنی فصل و باباش خود اجرا کرده بودن. حتی در زمان خودشان 1000 تا شاگرد داشتن. وقتی فتوا را میپروردین در بین 1000 شاگردشان میموندین که همین من در همین فتوا راضیم که دستا باید برابر گوش برداشته شود یا در دهنبی گوش رسانده شود. شما چی میگی؟ و هر یک شاگردشان فتوای خودش میداده، با حضرت میگرفتن ای بین 1000 کس در بین 40 کس میموندین. و این 40 کس معتبرترین شاگردشان بوده. میگه من دوست میدارم که طبق حدیث های پیغمبر دست زیر نفت باشه. شما چی گفتنی؟ با ای 40 کس میگرفتن در بین 4 شاگرد چون میموندن، امام ابو یوسف و امام محمد، امام ظفر و حسن ابن زیاد. با فکرای او را گوش میکردن و فکر خودشان میگفتن و میگفتن فتوا را نویسه. 60,000 فتوا را در زمان خودشان داده بودن. 60,000 مسئله دوره در زمان خود جواب داده بودن. خداوند لعنت میکنه همون مردمانی را که از علم حلال و حرام به خبر باشن. در زمان حضرت امام ابو حنیفه شخصیت های زیاده میگه پیش حضرت می اومدن میگفتن که حضرت میخواهیم که صفای قلب یابیم، میخواهیم که توفیق یابیم، میخواهیم که هدایت یابیم، میخواهیم که قلب مونده نور ایمان پیدا شود. حضرت میگه هرچی نخرید، هرچی نپوشید، هرچی نگوید. این گفتار این ضرر میکنه. حضرت امام شافعی روز از داخل یک حجرهشون سرشون بیرون میکنن که یک ترقص پا میفهمن، بیرونتر میکنن. در زمانی طالب علم بودنشون یک زن در کوچه رفته است، ساق پای همون زن در قدم زنی میتوبه. گفته من 2 مرتبه ساق هوای در حیاتم دیدم، 2 مرتبه دیدم. گفته خداوند 13 سال برکت علم من گرفت. 13 سال من میخوندم علم نمیدارم از سرم ده. مسئله علم حلال و حرام شوخی نیست. امروز ما میگیم نه چون حضور قلب ندارم، چون قلبم آرام نیست، چون ایمانم نور نداره، چون توفیقم ضعیفه. سببش چی بوده؟ هرچی خوردن در کار نبوده، هرچی پوشیدن در کار نبوده. خدا رحمت کنه اما کامپیوتر پیشتر نه در زمان شوروی ای مگزینو نان نمیخوردن، هر خیلی خوراک نمیخوردن. چی با؟ برای صفای قلب، قبول دعا. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که حضرت داوود علیه السلام نجار بوده،
فقط از عمل دستش میخورده. حضرت زکریا علیه السلام فقط از عمل دست خودش میخورده است. جناب پیغمبر رو قصه میکردیم. یعنی مقصد از این اشارات چیه؟ همه این حلاله. باید مسلمان علم حلال و حرام بسیار خوب اهمیت دهد. حلال و حرام چیز شوخی نیست. باز اگر یک قاشق شکر گیریم در آب جوش دوختیم میگن حل شد. حلال یعنی حل میشود در روحی من، در معده من، در خونی من. حرام چیه؟ اگر من خاک گیرم همین در داخل آب دوختیم همین سنگ هیچ حل نمیشود. حرام همینه. در معده حل نمیشود، در روان حل نمیشود. حرام چیزی بده. حرام خون میشود، حرام رک میشود، حرام گوشت میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت تا او را دوزخ خشک نکنه شما جنت نمیدروید. اما را خشک میکنه. حدیث گوهربار داره جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هر کسی خود مرده میخوره گفت به ایمان میمیره. برای چی ما مال خود مرده نمیخوردیم؟ آدم به ایمان میمرده. هر کسی خود مرده خرگو به ایمان میروه. هر کسی گو حرام خرگو در وقت مرگ شهادت گفتن در مشکل میشده. علم دو تقسیمه، یکی علم احکامه، یکی علم ابدانه. امروز چقدر جسدامون اندک بیماری ده از صدها جا کوشش میکنیم که تبوبت یابیم، نقص شویم. ده ها دمای خوب و طبیبای خوب ده مراجعت میکنیم. مسئله دین مونده موقع طبیبای نقص مراجعت کنیم. مسئله دین این اوینه، شوخی نیست آخی. این تاثیر میکنه. حضرت امام ابو حنیفه را میپرسیدن که حضرت اگر از بازار لباس خریم پوشیم و هوای نماز خونیم درست میشوه؟ میگه درست میشوه. میگه ختان خری چی؟ میگه من 3 بار میشوم. یعنی که اینقدر وای شخصیت رو تقوا میکردیم، ورع میکردیم. در عصر 6 کدام انسان در عصر 6 که لباساش میجوشونه در دیگ با میپوشه نو برآمد این تمامی مقصد اسباب میجوشوندگی این رسول الله است. در عصر 6 پیغمبر ما لباساش در دیگ میجوشونه با میپوشه. در عصر 6 کیه که یک طول روز 24 ساعت دندانشویش خطیش باشه این رسول الله است. رنگ استاهایی که قلم در اینجا گوش میمونن پیغمبر ما همین دندانشویش مقصد مسواکش در همین جا بود. حتی مرد پیغمبر ما دندانش مسواک کرد با نشه بسته. پیغمبری تازه، پیغمبری پاک. کیه در عصر 6 که مرغ چوجهش را بازار بیاره کلان کنه، او را به خوراک دست خودش کلان کنه، در داخل قفس با او را مقصد استفاده بکنه و استفاده کرده با بکشه بخره. کیه؟ این رسول الله است. مرغ را میره به بازار میآورد، او را بانی میکرد، تازه میکرد. میگه بخشونه حضرت چیکار میکردن؟ میکشتن او را میخوردن. که این جناب پیغمبر است. ما نداریم این خیلی انسانیت در اصل 6. این خیلی آدم نداریم که لباس جوشانده پوشه. این خیلی شخصیت نداریم که این خیلی شخصیت باشه. مادرمون عایشه را فریاد میکنن که عایشه خوشبویی داری؟ میگه از ختم. میگه از من تمام شده. میگه از منم تمام شده. اگه کرته داری که خوشبو باشه؟ نه. گفت دارم. هوای آورده. میگه جناب پیغمبر تر کردن او بی همو را در دستاش مولیده و مسجد رفتن. پیامبر ما به دوخی مسجد نمیروند، به خوشبویی مسجد نمیروند. این خیلی پیامبری زیبا ما را فقط به سوی حلالیت دعوت میکنه. الحلال بینون میگه در بین صحابه. حلال آشکاره. یعنی همه حلاله. حلال آشکاره. الحرام بینون، حرام هم آشکاره. نگوه میگه که من حرام حلال نمیدونم، همش آشکاره. امروز چیه که علمای عظام جواب نداده باشن؟ همخه مسئله های باریک که برای ما و شما بیان کرده دادیم. برای بدنمون هر یک تمام طبیب و دکتر در مراجعت میکنیم، باید برای دینمون مراجعت کنیم. علم احکام شوخی نیست. اینا علم مسئله میگفتن. پسر داملا رو تو مختصر نمیخوندن، این حتی که امامتشون اجازه نمیدادن که مختصر رو بخواه خوندگی باشه، با پیش دروی شوخی نکنه. نماز قوم قدی بازی نکنه. قرآن و سنت و حدیث ها این مثل همون گندم های آسیاب در او را مجتهدات در آوردن، تا دادن آردش کردن، آردن نان کردن. نام همون نان علم حلال و حرام انا مسئله است. انا مسئله را مورد پیش مونده میبره، اینه تیار کرده آوردن. انا همین صاحبه مذهب کردن. امروز باید همین به طریق درست مقصد رسونیم. هر یک مسلمان اگر فکر کنه برای آخرتش، برای دنیاش ثواب گرفتن، باید علم حلال و حرام آموزه. حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدن که
علمی حلال و حرام چه فقه گفته معرفت النفس مولاها و معلیها. هر کس اول باید خودش شناسه، دوم ضرر و فایده را شناسه، سوم چی ثوابه چی عذابه شناسه. معنی علم فقه می بوده ثواب و عذاب باید شناسیم، ضرر و فایده را باید شناسیم. بنابر همین سبب به دین ما پاک میمونه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و من اتقا، کسی اگر پروا کنه ای شبهه و حرام و شبهه و فاسد، استبر پاک میمونه، آبروش قلبش دینش. خواهی که روح تو دین تو آبرو حفظ مونه، باید علم حلال و حرام دانیم. همین قدر به معنی گویی که من چند رکعت نمیدونم نماز خوندم، فکرم در هر جای صفای قلب ندارم، ایمانم مستحکم نیسته، اینه چی و گریه ندارم، چی و شب و خیز تهجد ندارم، ریشش دور شدن از علم حلال و حرام های. ما نمیدونیم علم حلال و حرام دیگر. علم حلال و حرام کسی که دانست و فهمید و شب میخیزه و گریه میکنه و دلش گوی میشوه، صفای قلب میوبه. حضرت سلطان ابراهیم از همه مالکی مقصد عراق فریاد میکنه که یک صبح میگه بیا خانی منده میگه تناول کن. بعد از اون میگه راو میگه حضرت فهمیدیم که چقدر یک شخصیتی بزرگ بودین شما. بعد از اون میخنده میگه من برکت ای صبح یافتم، همین قدر صبح تناول کردم قلبم گوی نشده بود، نه برکت ای صبح یافتم همین نماز سحر یافتم، بیا دیگر که من سحر یا غم نتی. یعنی که او عشق ده که من در سحر او دولت قرآن و فیض ایمان ای صبح صادق ای سحر یافتگیم، مرا از شما من نکنی. یعنی که دوباره من با همون خانی سلطانی و امیری دعوت نکنی. حضرت سلطان ابراهیم است. مقصد چیه؟ ما باید دولت قرآن منایویم، دولت ایمان منایویم، دولت بدن منایویم، دولت زندگی منایویم. همه این ای نقطه نظر شریعت در شناخت علم حلال و حرام. هر کسی یک مسئله حلال و حرام از علما یاد میگیره میکواد، 100 رکعت نماز نفل در نامه اعمالش مینویسن. این کی گفته ده؟ جناب پیغمبر، حدیث محمد. این مسئله ده هر یک تمام. امروز از روی نسکی هم محس میکشه، کسی پروا نداره، شوخی میکنه کسی پروا نداره، همین طهارت ده حاصل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز در رکعت دوم نماز سوره را فراموش میکنه. حضرت نماز تمام میکنه میگه کداش با طهارت نداره، کدام شما طهارت نداره میگه. این شوخی نیست، کدام شما طهارت نداره میگه در اینجا. به نهایت مسئله های نازک امروز از این موی به این موی حرکت کردنی خون طهارت میشکنه. امروز همین فتوای فراوان خون روا رفتن گیر نماز خون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا اجتهد القاضی، وقتی قاضی یک انسانی که پروردگار او را ملکه علم داده، او کوشش غیرت میکنه از قرآن و از حدیث های پیغمبر سوال مردم فتواشو برآورده میتیه، اگر درست براره 2 ثواب میگیره، اگر درست هم نبراره 1 ثواب میگیره. هر کسی که به همین گونه انسان ها پیرو میشوه، فتواهای یا را گوش میکنه، مذهبای یا را پیرو میشوه، همین خیلی بزرگا را گوش میکنه، یعنی ملکه علمی اونها بلنده. مونده مسئله زکات، مونده مسئله روزه، مونده مسئله احکام شرع زندگی عائله داری، مونده پیرو به مذهب فقه حضرت امام ابو حنیفه ایم. حضرت درست برآوردگیان هر فتوایی که ما عمل میکنیم رنگ صاحب مذهب مونده ثواب میگیریم. اگر درست هم نبرآورده باشه 1 ثواب میگیریم. یعنی که کوشش کردن. و خص المستنبتین، خداوند این گونه آدما رو از بین مردم جدا کرده گه. اینو دانه دانه علمای ازام دانه دانه هم. اینا رو خداوند میگه مستنبتین. مستنبت طلب نبات گفته در مقصد دیگه زبان عربی آدمی چاه کنه میگن که اولین چاه هم میکنه، آبی چاه خودش چکار میکنه مینوشه. یعنی علما رنگ چاه کنان، علمای رنگ چاه کنه، علما مهنت میکنه، علما کتاب میبینه، علما کتاب مینویسه. برای چی؟ برای که همون آبی چاه برو را یکم خودش بنوشه و بعد مردنشم این چاه همه را سیراب کنه. وظیفه علما همینه، پیغمبرا را وظیفهشون همینه. برای همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بعد سر من با خلفای راشدین که هدایت یافتن به همونا عمل کنه. حتی در یک روایت دیگر گفتن که من دوست می‌دارم که شما پیرو 2 شیخ امت من باشه.
گفتن که دو شیخ؟ جناب پیغمبر ابوبکر و عمر نشان دادن که در شریعت داری و دینداری شما به اینا پیرو باشه و گفت دوست می‌دارم زهد و دنیا بیزاری را از مثل ابوذر غفاری و دوست می‌دارم علم حلال و حرام شناختن شد مثل عبدالله بن مسعود. برای همین هر یکی ما و شما در امروز چیزی مهمه که پروردگار از بین مردم فقیه ها و علما را ملکه میتیه، اونها را خاص میکنه، اونها را درجه میتیه، میبره در بین ما بلند میکنه. اینا همون چاپکنه جمعیت زیادن. حضرت علی کرم الله وجهه پرسیدن که مردم سه قسمت میشوند، مردم سه تقسیم میشوند، یکمین قسمتش در عالم اسلام و بین مسلمان ها گفتن علما و ربانی، علمای ربانی. این علمای ربانی جاهاشون خالی های. این علمای ربانی برای ما و شما به درجه بزرگ هستند که دوست داشتنشان واجبات ایمان های. اینا یک قطعه هن، یک اقلیم هن. پیش اینها در انسان میبیا از تمام نامشروعیات حرام و حلال جدا میکنه. این شوخی نیست که علما این وارث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برای همین علما تقسیم کردن که علم دو تقسیم هست. یکی علم حلال و حرام که او را علم احکام میگن، در وی نماز و روزه و حج و زکات و همین میدرو. حدیثی که امام احمد روایت میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی یک مسئله دینی را در حلال و حرام، چه در مسئله فقهی که زکات و حج و نماز و طهارتش در یک مسئله را یاد میگیره با طریق ثواب و راه درست، به اندازه 100 رکعت نماز نفل اجر میگیره. یک انسان میخزه و یک مسئله نمیدونستگی دینش راست میکنه، میخزه یک مسئله نمیفهمیدگیش راست میکنه، میخزه میبیا یک کاری نماز حج و زکات راست میکنه، همون نمیدونست همون را میفهمه، به اندازه 100 رکعت نماز نفل ثواب میگیره. این شوخی نیست، این هزل نیست. برای من گاهی میشنگی حضرت امام مقصد میشوشتن سر و فوکشان خوشبویی میکردن، با لباس میگرفتن، عطر میزدن، بعد از اون میپرسیدن که حضرت امام یعنی امام ابو حنیفه کجا میره شما؟ میگفتن امروز یکی از علماهای دور با نام اوزاعی خطیب میخورن. چی با اخی خطانی قدر تابعین بزرگه با این قدر تیاری میبینی؟ میگفتن علم چیزی پاکه، در پاکیزه ها دوست میداره، در پاکیزه ها میچسبه. من امروز غسل گرفتم، خوشبویی کردم، با توفه گرفتم، حضور علما میرم میشینم گوش میکنم که امروز چیزی نو یاد میگیرم. وظیفه هر یک مسلمان در تعلیم و تربیه و علم گرفتن و موعظه گرفتن مثل با زنبور عسل باشه. وظیفه همین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر وقتا که امتی من دو چیزی گم شده شون وقتی که یافتن، یکی علم و یکی حکمت، مال گم شده شون یافتن. امتی من علم یافت، امتی من حکمت یافت، مال گم شده شون یافتن. حضور علما اساساً برادرها شیشتن از سوال و از اون چیزهایی نمیدونسته که پرسیدن 100 رکعت نماز اجرش میگیری. 100 رکعت. حدیث ابو رافعه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که روز قیامت بنده را حساب کتاب میکردن، به سوی دوزخ امرش میکردن بردن، بعد از اون ملائکه سوال میپرسیدن که یگان بار حضور و مجلس یگان علما داشتگی؟ جناب پیغمبر این حدیث روایت دارن. میگفتن نه، میگفتن یگان رفیق دوست داری که علما را دوست داره؟ میگفتن بله داره. میگفتن کنی بیاری رفیقش کیه نامش؟ آورده روبرو میکردن که علما دوستدار بوده، در مجلس علما میشیشته. میگفتن به توفیل همین دوستش همین ای دوزخ جنت بره. یعنی که به توفیل چی که دوستی ما، یعنی که دوستی علما هست. حدیث را که مناوی روایت میکنه که یک عالم فقیه یا عالم بزرگی، یعنی که قرآن و حدیثدان و تفسیردان و حلال و حرام شناس، یعنی که میگذشته به زیر قبرستان، پروردگار 70 نوع فتنه قبر سبک میکرده. برای همین قدر و منزلت علما بلنده برادران. ما در خاک پای علما عظام نمیرسیم. او بودن که این دین آورده ما در رساندن، او بودن که این دین آمده ما در رسید. چگونه که مستنبتین اینا انمو چاه کنان، اونا انمو منحله کندن، چاه کندن، آبیاری کردن تا به امروز ما حلال شناختیم، حرام شناختیم، تا به امروز ما فاسد شناختیم، مکروه شناختیم.
دویمین در این ماه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج کردگیم. معراج یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آسمان دنیا یک جایی رفتن که برای ما و شما هیچ از عقل و درک علم بیرون است. این عقل و علم هیچ محل مقصد درک او را هیچ درک کرده نمی شود، اما علم لدونی و ایمان و اخلاص و اعتقادی که ما داریم جناب پیغمبر در این ماه معراج کردگیم. یعنی که ماه رجب اینقدر خصوصیت های بزرگ داشته است، چقدر اشاره های کلام پروردگار برای ما و شما مبارک کنه و یعنی که صاحب شدن به ثواب و صاحب شدن به او درجه های خیر نزد پروردگار برای ما و شما نصیب کنه. العلم و علمان، صاحب اصول و صاحب اعتقاد و همون شخصیت های بزرگ در کتابشون آوردن که علم دو تقسیم است. برای هر یک فرد مسلمان باید دانه که علم شریعت گفته دو تقسیم اصلا، علم الاحکامی و علم الابدان. در این کتاب های ادبیات میبرد که یعنی یکم علم احکام بوده. در علم احکام همه ما و شما نظم میدانیم که حرام میدرویه، حلال میدرویه، شبهه میدرویه، مکروه میدرویه، باطل و فاسد میدرویه. هر مسلمان در ضروره که علم حلال و حرام دانه. اساسی همین 6 تا 9 هر یکی ما و شما در اینجا مقصد 6 تا 9 موعظه گوش کردن و تمام علما همین را دو تقسیم کردیم. یکمش گفتن علم احکام. هر یکی ما و شما با احکام ها به دنیا آمدیم. هر یکی ما و شما با احکام نکاح به دنیا آمدیم. هر یکی ما و شما با حلال به دنیا آمدیم. هر کسی که علم حلال و حرام شناخت و یا دینش بنیاد شد. خداوند خاندان فیض و برکت قدم علما رو مبارک کنه و خداوند ماه رجب مبارک کنه، این شب مبارک کنه، قبر پدر حاجی را پر نور کنه، عاقبت کار ما را خدا بخیر، ایمان مولا و سلامت. آمین یا رب.